سلام، من سرورم. به کانال من خوش اومدین. امروز اومدم با هم دیگه یک کیک شکلاتی بسیار خوشمزه و فوق العاده راحت رو با هم درست کنیم. این کیک انقدر راحت درست میشه که اصلا نیاز به ابزار خاصی نداره. حتی میتونین با این کیک از کافی شاپ هم سفارش بگیرین و یک کسب و کاری برای خودتون راه بندازین. بریم که با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کیک ما نیاز داریم به آرد، شکر، شیر، پودر کاکائو، روغن، تخم مرغ، وانیل. تمام مواد خشکمون رو شامل آرد که آردمون هم ترکیب آرد، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک هست، شکر، پودر کاکائو رو همه رو با هم توی کاسه بزرگ میریزیم و حالا در نهایت ادامه کار رو با هم میبینیم. آرد، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک رو یادتون باشه که توی شروع کار حتما فرو روشن کنید. خب الان پودر کاکائو رو اضافه میکنیم و از الک رد میکنیم. اینقدر این کیک راحت درست میشه که واقعا من فکر میکنم خودتون تعجب میکنین از این همه راحتی که در نهایت یک کیک فوق العاده خوشمزه تحویلمون میده. شکر رو اضافه میکنیم. مواد خشک رو کامل یک دست میکنیم، هم میزنیم که خیالمون راحت باشه اینا کاملا با هم ترکیب شدن. اینجوری خیلی بهتر مواد خشک با هم ترکیب میشن. همونطور که میبینید کامل مواد ترکیب شده. توی این موقع ما وسط مواد رو گود میکنیم، مثل یه حوض ایجاد میکنیم تا مواد مایعمون رو اضافه کنیم. تخم مرغ، وانیل 1/4 قاشق چای خوری، شیر و روغن. در نهایت این مواد رو که کامل روی هم دیگه ریختیم با میکسر دور کند، یعنی شماره 1 میکسر، هر میکسری که هست، یا با اون یا با حتی ویسک دستی هم، یعنی از این ویسکا که حالا یه مقدار بزرگتر هم باشه میزنید حدوداً به مدت 2 دقیقه. بعد از اینکه 2 دقیقه زدید نصف پیمونه آب جوش به اون اضافه میکنید. حالا من انجام میدم و شما ببینید. با میکسر دور کند 2 دقیقه مواد رو میزنم تا موادمون کامل با هم ترکیب بشه. ما بین هم زدن حتما دورگیری فراموشتون نشه. خب این موادمون کامل با هم ترکیب شد و 2 دقیقه ما زدیم. الان نصف پیمون آب جوش رو به مواد اضافه میکنیم و باز چند ثانیه اون رو با میکسر میزنیم تا کامل آب با بقیه مایع مخلوط بشه. من آب جوشم رو اضافه میکنم و دوباره شروع میکنم به هم زدن. در همین حد کافیه. اگه موادتون خیلی شل بود اصلا نگران نباشید، این وقتی که پخت خیلی عالی و خوشبافت میشه.
من قالبم رو آماده میکنم، با روغنی کفش میذارم و مواد رو انتقال میدم به قالب. برای این مواد کیک من الان کیکم رو یعنی موادم رو نصف کردم، نصف اندازه گیری کردم و از قالب شماره 17 استفاده کردم، ولی در حالت عادی با همون مواد اولیه‌ای که داره قالب 20 حتی 22 هم جوابگو هست. این کیک آماده شد، میذاریمش توی فرن 180 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقیقه. خب تا زمانی که کیک ما توی فرن هست گاناشمون رو درست میکنیم، میذاریم توی یخچال تا خوب استراحت کنه. اگه عجله هم داریم 2 ساعت حدوداً توی فریزر کافیشه تا اون استراحت مورد نیازش رو انجام بده، وگرنه توی یخچال مدت زمان بیشتری باید بمونه تا گاناش ما سفت بشه. ما برای درست کردن گاناش حدود 120 گرم شکلات و 120 گرم خامه نیاز داریم، خامه‌ای که شیرین نشده باشه. در واقع حالا خامه صبحانه ما استفاده میکنیم. هر دو رو جداگانه توی 2 تا ظرف میذاریم تا آب بشه، در واقع گرما ببینه و حرارت ببینه و آب بشه و بعد با هم مخلوطشون میکنیم. در واقع میزان خامه و شکلات ما برابر هست. هر کدوم از این ظرف ها رو یعنی ظرف شکلات و ظرف خامه رو جداگانه 30 ثانیه توی مایکروفر یا حرارت بنمانی قرار میدیم تا هر دو ذوب بشن. خامه ما کاملا گرم و آب شده. اگه دمای شکلات و خامه به یک اندازه نباشه تقریبا گاناشمون در نهایت به روغن میفته. شکلاتمون هنوز ذوب نشده، من دوباره یه 30 ثانیه دیگه میذارم تا ذوب بشه. همونطور که میبینید این کاملا آب شد. یه ذره تیکای مونده که با گرمای شکلات آب شده هم بزنم بقیهش هم آب میشه. من اینا رو قاطی میکنم با هم دیگه تا به اون گاناش دلخواهمون برسیم. اگه میخواستین که گاناش شما در نهایت یک بافت روانتری پیدا کنه میزان خامه‌تون رو کم کم زیاد کنید تا به اون غلظتی که میخواین برسیم. اگر هم میخواستین که سفت‌تر باشه میزان شکلات رو بیشتر میکنید. ببینید چه بافت یک دست و براقی پیدا کرد. این میشه گاناش مورد نظر ما. الان من این گاناش رو با یه پلاستیک یا سیلیکون روش رو کامل میپوشونم. نباید سیلیکون روی ظرف باشه، باید کاملا به مواد، به سطح مواد چسبیده باشه. با پلاستیک یا سیلیکون سطح کار رو کاملا میپوشونیم. ببینید به این صورت. چون به هیچ وجه گاناشی که میخواد بره استراحت کنه، هر گاناشی اصلا نباید هوا بخوره چون روی میبنده و کار رو خراب میکنه. این میره توی فریزر، چون من عجله دارم میذارم فریزر، یه 2 ساعت بمونه توی فریزر و بعد اونو میارم بیرون و بقیه کار رو انجام میدیم. کیک ما آماده شد، از توی قالب در آوردیم. بافت بسیار نرمی داره. من اینو فعلا حالا برش نمیزنم از زاویه تا کامل کارش رو انجام بدم. اون سطح گنبدی کار رو میبرم تا کارم یک دست و صاف بشه. ببینید چقدر نرمه. برای مرطوب کردن این کیک ما یک قاشق نسکافه حل شده در آب داریم
که با کمی شیر اون رو رقیق میکنیم. الان این مایه نسکافه رو که با شیر درست کردم و خنکم هست به کیکم اضافه میکنم، یعنی میریزم روی کیکم تا بافت کیکم پنبه‌ای تر بشه. در نهایت گاناش ما استراحت کرد حدودا 2 ساعت و نیم توی فریزر، چون میخواستم سریعتر کار رو انجام بدم. الان دیگه با دور کند میکسر یکم میزنمش تا از هم راحت باز شه و بعد با سرعت تندتر اونو میزنم تا فرم بگیره. به این صورت که در اومد دور میکسر رو تند میکنم. ما گاناش رو فرم دادیم و به این صورت در اومد که اصطلاحاً به این میگن گاناش مونته. الان من توی قیف میریزمش و کیکم رو باهاش کاور میکنم. یه مقداری هم لای کیک به عنوان فیلینگ میذارم. شروع میکنم ماسوره زدن دور کار تا یه لایه نازک از این گاناش رو دورش داشته باشم. برای اینکه تزیین نهایی رو روش انجام بدم کیک رو جابجا میکنم و روی صفحه کار میذارم، تنظیمش میکنم. من اینو منتقلش کردم، یکم این قسمت های وسطش هنوز خالی داره، بهتره که اینا هم پر بشه. برای اینکه بتونم یه شکل دقیق تری از کار در بیارم علامت میزنم با چاقو. میخوام این رو به 8 قسمت، حالا فرقی نمیکنه، من معمولا از من میزنم که چون چاقوم تیزه نبره. در حدی که فقط یه علامت باشه برای من. خب اینم از نمای نهایی کار. همونجور که دیدید روند کار خیلی راحت و آسون بود، بدون هیچ دردسر و قلق خاصی کیک درست شد و در نهایت یه همچین کیک زیبایی رو تحویل گرفتیم. امیدوارم که درست کنید کیک رو. هر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید برام حتما توی کامنت ها بنویسید. این ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید، اونا هم درست کنن و حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.